تصور کنید توی بیابان به شدت خشن و سوزان یه مرد تنها ایستاده. خب هیچ قدرت ماورایی هم نداره. نه عصایی دستشه که دریا رو بشکنه، نه نوری از آسمون تابیده رو سرش. اون فقط یه ایده داره. یه ایده‌ای که قراره در واقع کل سیستم اقتصادی و اجتماعی اون دوران رو از ریشه تکون بده و مسیر تاریخ رو عوض کنه. و در نهایت هم پیروز میشه. دقیقاً. ولی نکته عجیبش اینجاست. قرنها بعد وقتی شما میری سراغ کتابای تاریخ و روایت‌های پیروانش، با یه پدیده روانشناختی خیلی عجیب روبرو میشی. میبینی که نسل‌های بعدی اون واقعیت کاملا انسانی این آدم رو کلاً پاک کردن. آره، کلا محوش کردن. یعنی تمام اون رنج‌ها، تردیدها، اون تلاش انسانی حذف شده. به جاش چی میگن؟ میگن مثلا لحظه تولدش کاخ پادشاهان تو ایران ترک برداشته، یا مثلا سنگا باش حرف میزدن، یا تو 9 ماهگی تیراندازی میکرده. که خب از نظر منطقی خنده داره. آره واقعا. آدم به عنوان یه ناظر بیرونی از خودش میپرسه اصلا چه اتفاقی تو ذهن جمعی ما انسان‌ها میفته که از پذیرش نبوغ انسانی اینقدر وحشت داریم؟ چرا جوامع بشری برای هضم یه تغییر بزرگ نیاز دارن واقعیت یه انسان رو بکشن و یه اسطوره فراتبیعی بسازن؟ خب ببین، این دقیقاً همون معماییه که علی دشتی تو کتاب جنجالی خودش، یعنی 23 سال، گذاشته زیر ذره‌بین. دشتی تو این کتاب با یه نگاه کاملاً سکولار و خردگرا میاد تاریخ صدر اسلام رو کالبد شکافی میکنه. استدلالش هم اینه که ما اینجا با یه پدیده خیلی پیچیده روانشناختی طرفیم. چه پدیده‌ای دقیقاً؟ اینکه ذهن انسان وقتی در برابر یه تحول عظیم تاریخی قرار میگیره، تحولی که تمام معادلات قدرت رو به هم ریخته، دچار یه جور اضطراب جمعی میشه. توده های مردم نمیتونن هضم کنن که یه تغییر به این بزرگی صرفاً کار یه انسان فانی با اراده و استراتژی خودش بوده باشه. یعنی براشون خیلی کوچیک به نظر میرسه؟ آره دقیقاً. اونا برای اینکه به این رویداد معنا بدن یا حتی برای اینکه احساس امنیت کنن، شروع میکنن به اسطوره سازی. باید به خودشون ثابت کنن که کائنات از همون روز اول برای این اتفاق برنامه ریزی کرده بوده. خب این دقیقاً همون چیزیه که ما امروز تو این کاوش میخوایم حسابی بازش کنیم. هدف ما اینجا اصلا رد یا تایید عقاید مذهبی نیست. ما میخوایم از زاویه دید این پژوهشگر ببینیم چرا ما آدما برای فرار از واقعیت قهرمان‌های فراانسانی میسازیم. این اسطوره‌سازی‌ها قراره چی رو درباره ترس‌های ما پنهان کنن؟ دقیقاً. پس بیا از همون نقطه صفر شروع کنیم. دوران کودکی. دشتی تصویر خیلی متفاوت و البته واقع گرایانه از مکه به ما میده. یه کودک یتیم توی خانواده فقیر، تو شهری که در واقع یه اولیگارشی ثروتمند دارن، از بت‌های کعبه فقط به عنوان یه سیستم بانکداری استفاده میکنن. یه ابزار تجارت، آره، فقط یه ابزار برای کنترل بقیه قبایل دشتی. میگه این کودک تو اون بیابان‌ها و تو اون انزوا داشته این بی‌عدالتی عمیق اقتصادی رو تماشا می‌کرده. یعنی نقطه شروع کارش کاملا جامعه شناختیه. درسته. ببین دشتی اینجا داره چی کار میکنه؟ داره اون حاله تقدس رو بر میداره و به جاش تکامل یه ذهن پرسشگر رو نشون میده. اون میگه وقتی یه ذهن حساس تو اون محیط خشن این شکاف طبقاتی وحشتناک رو میبینه، خب طبیعی که به یه مصلح اجتماعی تبدیل بشه. یعنی نیاز به هیچ جادویی نداره. اصلاً وقتی یه جوون میبینه که چند تا تیکه سنگ بیجان شدن ابزاری برای انباشت ثروت یه عده خاص، خب میفهمه که این سیستم پوچه. این فقط یه درک عمیق انسانیه که تو سکوت بیابان به بلوغ رسیده. ولی خب واکنش مورخای نسل‌های بعدی به این واقعیت منطقی خیلی جالبه. دشتی ارجاع میده به آدمایی مثل طبری یا واقدی، نوشته‌هایی که صدها سال بعد نوشته شده. که پر از افسانه است. آره، مثلا طبری میگه سالی که اون به دنیا اومد 40 تا زن باردار تو مکه اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن محمد، چون شنیده بودن پیامبری قراره بیاد. یا همون واقدی میگه تو 9 ماهگی کمان میکشیده و تیراندازی میکرده.
خب من اگه بخوام با عینک دشتی به قضیه نگاه کنم، اینجا یه تضاد خیلی وحشتناک هست. چه تضادی؟ ببین اگه واقعاً وقتی به دنیا اومد طاق کسری تو ایران نصف شد، یا اگه یه نوزاد کماندار بود، خب بت پرستای مکه که همسایش بودن داشتن این معجزات رو با چشم خودشون میدیدن دیگه، نه؟ قاعدتاً آره. پس چرا وقتی تو 40 سالگی گفت من پیامبرم، همون مردم 13 سال تمام باهاش جنگیدن؟ چرا بهش گفتن دیوونه؟ به نظر میرسه این مورخا اصلاً حواسشون به تناقض داستانای خودشون با تاریخ نبوده. عالی گفتی. این تناقض برای دشتی مثل یه مدرک جرمه علیه ذهن اسطوره‌ساز عوام. تو روانشناسی یه مفهومی داریم به اسم توجیه پسینی. توجیه پسینی. آها، آره. یعنی شما نتیجه یه اتفاق خیلی بزرگ رو تو زمان حال میبینی، بعد برای اینکه بتونی هضمش کنی، میری تاریخ گذشته رو یه جوری بازنویسی میکنی که اون نتیجه انگار از اول مقدر و حتمی بوده. یعنی گذشته رو به نفع حال دستکاری میکنن. دقیقاً. ببین تو زمان مورخی مثل طبری، اون جامعه اولیه اسلامی تبدیل شده بود به یه امپراتوری غول‌پیکر از اسپانیا تا هند. برای شهروند همچین امپراتوری خیلی دلهره آور بپذیره که کل این سیستم عظیم فقط و فقط از افکار یه چوپان فقیر توی شهر پرت بیابونی شروع شده. آها، پس روان جمعی اینو نمیپذیره؟ نه نمیپذیره. بس دست به کار میشه، معجزه خلق میکنه. میگن آقا طاق کسری که نماد قدرت ساسانیان بوده، همون روز تولدش شکسته. اینطوری به خودشون آرامش میدن که کائنات پشت ماست. دشتی میگه این افسانه ها فقط حقارت و نیازمندی ذهنی خود پیروان رو نشون میده، نه عظمت اون رهبر رو. خیلی تحلیل قشنگیه. یعنی تاریخ رو قربانی امنیت روانی خودشون میکنن. خب این ما رو میبره سراغ یکی از حساس ترین بخشای کتاب، داستان غار حرا. اگه بچگیش اونطوری بازنویسی شده، پس تو غار چه خبر بوده؟ دقیقاً. بریم سراغ 40 سالگی. دشتی میاد سراغ مردی که روزهای طولانی میرفته تو غار حرا، تو انزوای مطلق. خود دشتی هم به همون منابع ارجاع میده که میگن تجربه اولین وحی اصلا یه چیز آروم و قشنگ نبوده. آسمون باز نشده که یه فرشته نورانی با لبخند بیاد پایین. اصلا یه تجربه به شدت ترسناک بوده. منابع میگن طرف میلرزیده، رنگش پریده بوده، میگفته منو بپوشونید. حتی میگن یه فشار فیزیکی وحشتناک در حد خفگی حس میکرده که بهش میگفته بخوان، جوری که خودش میترسیده دیوونه شده باشه. خب من اینجا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بفرما. اگه دشتی معتقد هیچ فرشته‌ای در کار نبوده، پس این علائم فیزیکی شدید چیه؟ نمیتونیم بگیم طرف فقط داشته توهم میزده که. احساس خفگی و اون لرزش شدید یه توهم ساده نیست. اینا رو چطور توضیح میده؟ سوالات عالیه. اتفاقاً دشتی اصلا نمیگه این فقط یه توهم ساده بوده. ظرافت تحلیلش اینجاست که این رویداد رو اوج یه جور نبوغ روحی و معنوی میدونه. اون ذهن پیامبر رو با نبوغ ارسطو یا ناپلئون مقایسه میکنه. ولی تو زمینه اخلاق و معنا؟ آره، جواب سوال تو پدیده روانتنی یا همون سایکوسوماتیک نهفته‌ست. ببین، فرض کن یه ذهن به شدت حساس سالها روی یه ایده خیلی رادیکال تمرکز کرده. ایده‌ای که قرار کل ساختار اقتصاد و عقاید جامعهش رو نابود کنه. خب خیلی فشار سنگینیه. و حالا این آدم تو انزوای مطلقه، توی غار. انزوا ذهنو میبلعه. وقتی شما سالها در برابر فساد جامعت سکوت میکنی، این فشار روانی سرکوب شده تو مرز خودآگاه و ناخودآگاه تلمبار میشه. ناخودآگاه این آدم داره بار یه رسالت تاریخی رو حس میکنه. یه اعلام جنگ با کل قبیلش. پس اون فشار دقیقاً ذهن برای اینکه بتونه این استرس ویرانگر رو پردازش کنه، اونو فراخکنی میکنه. اون صدای آمرانه، اون فشار فیزیکی خرد کننده. از نظر دشتی این در واقع پژواک اراده درونی خودشه که حالا با چنان شدتی منفجر شده که سیستم عصبی داره اون رو به شکل یه عامل بیرونی حس میکنه. واو. یعنی ذهن برای اینکه زیر بار این تصمیم له نشه، اونو شبیه یه دستور از بیرون فرمت میکنه؟ آره، و این نشون میده ترسش از دیوانگی تو اون لحظات چقدر منطقی بوده.
خودش هم اولش نمیفهمیده این فرمان کوبنده همون ناخودآگاه آسی خودشه که دیگه نمیخواد ساکت بمونه. این که خیلی باشکوه‌تر از یه داستان تخیلیه. این که یه انسان تا مرز فروپاشی روانی پیش بره ولی تهش یه مسیر جدید برای بشریت بسازه. اما خب ظاهراً پیروانش تو قرنهای بعد اصلاً ظرفیت درک این شکوه روانشناختی رو نداشتن، نه؟ اصلاً نداشتن. به هیچ وجه. چون دشتی تو کتابش میاد داستان معراج رو بررسی میکنه. تو قرآن آیه اول سوره اسراء فقط میگه یه سفر شبانه و روحانی بوده. یه تجربه کاملا درونی و استعاری. مثلا تفسیر جلالین قشنگ انگار داری یه فیلم علمی تخیلی میبینی. یه حیوان بالدار به اسم براق میاد، صورت انسان داره، بعد طرف سوار میشه از 7 لایه آسمون رد میشه. هر کدوم نگهبان دارن، گیت بازرسی دارن. آره، پاسپورت چک میکنن انگار. دقیقاً. تازه نقطه اوجش کجاست؟ میرسه به ملاقات اون نیروی مطلق کائنات. بعد خدا میگه باید روزی 50 بار نماز بخونید. تو راه برگشت موسی رو میبینه، موسی میگه نه امت تو نمیتونم، برو تخفیف بگیر. و هی برمیگرده چونه میزنه. آره، چند بار میره و میاد تا بالاخره روی 5 بار در روز توافق میکنن. راستش وقتی این بخش از تحلیلای دشتی رو میخوندم با خودم میگفتم این که شبیه چونه زدن توی بازار سنتی خاورمیانه است، یا انگار یه وزیر اعظم داره تو دربار یه پادشاه ظالم التماس میکنه که مالیات مردم رو کم کنه. آخه نیروی خالق کل هستی چه نیازی به این سیستم بوروکراسی زمینی داره؟ عالی گفتی. شما دست گذاشتی رو مکانیزمی که روانشناسا بهش میگن فرافکنی و دشتی قشنگ اینو باز میکنه. ببین مردم عادی تو اون قرون تو چه سیستمی زندگی میکردن؟ سیستم پادشاهی، سلاطین، خلفای زورگو. خب دنیای دیگه ای رو نمیشناختن. آفرین. برای یه آدم عامی درک یه خدای بی‌نیاز و انتزاعی غیر ممکنه. اونا ذهنیتشون محدود به همون تجربه زندگیشونه. پس وقتی میخوان یه تجربه پیچیده معنوی مثل معراج رو توضیح بدن، ناخودآگاه خدا رو شبیه پادشاه زمینی خودشون بازآفرینی میکنن. آها، پادشاه دربار داره، پس خدا هم باید 7 لایه آسمون و نگهبان مسلح داشته باشه. دقیقاً. پادشاه مالیات وضع میکنه، پس عبادت هم میشه شبیه یه خراج سنگین، مثل 50 تا نماز دو روز. و همونطور که تو دربار شاه مردم دنبال یه وزیر دلسوز میگردن که بره شفاعت کنه مالیات کم بشه، تو داستان معراج هم پیامبر دقیقاً میشه همون وزیر چونه زن. عجیبه، یعنی اونا آسمون رو شبیه سازی کردن از روی دربار خلفای عباسی؟ بله. دشتی میگه این داستانها اصلاً ربطی به تجربه اصیل اون رهبر نداره. اینها فقط ترس‌ها و ساختارهای سیاسی خود مردمه که به آسمون فرافکنی شده. پس در واقع ما مدام خدایانمون رو توی قالب حقارت‌ها و محدودیت‌های خودمون می‌سازیم. خیلی تحلیل بی‌رحمانه‌ایه. خب تا اینجا دیدیم پیروان چطور کودکی وحی و معراج رو دستکاری کردن. اما میخوام برم سراغ بخشی از کتاب 23 سال که به نظرم جسارتانه ترین قسمته. ماجرای آیات شیطانی درسته؟ دقیقاً همون ماجرای موسوم به قرانیق. ببین قهرمانسازی دوگماتیک همیشه یه ماشین بی‌نقص میخواد، اما دشتی ما رو میبره وسط واقعیت. 13 سال تو مکه، بایکوت شدن، تحقیر، شکنجه پیروان. یه فرسایش روانی مطلق. آره، دشتی بر اساس مستندات تاریخی میگه پیامبر از این مقاومت سنگین به شدت خسته میشه و برای یه لحظه دچار یه عقب نشینی استراتژیک میشه. یه سری آیات میخونه که توش به بت‌های بزرگ مکه مثل لات و عزی احترام میذاره و اونا رو به عنوان شفیع قبول میکنه. و قریش هم خوشحال میشن و دست از دشمنی بر میدارن. آره، ولی خب خیلی زود میفهمه این مصالحه. تمام اصول اولیش رو نابود میکنه. پس آیات رو پس میگیره و میگه اینا القاءات شیطان بوده. سوالی که ذهن منو درگیر میکنه اینه: چرا مفسران و متکلمان تو قرنهای بعد خودشونو کشتن تا این اتفاق رو کلاً سانسور کنن و بگن اینا جعل دشمنانه؟ چرا از خستگی یه انسان انقدر میترسن؟ این برمیگرده به پدیده ناهماهنگی شناختی تو نهادهای مذهبی و دوگماتیک. ببین، وقتی شما کل یه سیستم اعتقادی رو روی این فرض بنا می‌کنی که این آدم خطا ناپذیره و عصمت مطلق داره، خب معلومه پذیرش حتی یه لحظه خستگی یا خطای اون
کل مشروعیت سیستم رو فرو میریزه. یعنی کل اون قلعه شنی فرو میریزه. دیگه از زاویه دید دشتی نگاه کن. یه رهبر انسانی سالها زیر شدیدترین فشارهای روانی و اجتماعی بوده. از نظر روانشناسی رهبری کاملا طبیعیه که توی نقطه بحرانی دچار یأس بشه و بخواد موقتاً مصالحه کنه که اون بنبست بشکنه. این اتفاقا خیلی انسانی و قابل درکه. دقیقاً. اتفاقاً عظمت واقعی اون شخصیت تو لغزشش نیست، تو اون بیداری سریعشه. شجاعت این که بری جلوی همون جامعه‌ای که تازه باهات آشتی کرده، وایسی، بگی من اشتباه کردم و دوباره برگردی به همون نقطه رادیکال و خطرناک اولت، این یه اراده پولادین میخواد. واو، راست میگی. ولی خب سیستمای دوگاماتیک از این تلاش و خطا وحشت دارن. به شدت. اونا برای کنترل توده ها به یه ابر انسان پلاستیکی نیاز دارن که هیچ وقت اشتباه نمیکنه. دشتی میگه اینا با سانسور کردن این بحرانهای درونی در واقع دارن اون انسانیت و شکوه مقاومت واقعی اون آدم رو نابود میکنن تا یه بت سنگی بسازن. چه پارادوکس عجیبی. یعنی به اسم دفاع از اون آدم در واقع بزرگترین ویژگی الهام بخششون از بین میبرن. وقتی شما اون چهره خسته، خاکی و پر از تردید رو پاک میکنی و یه فرشته بی‌نقص جاش میذاری، خب دیگه چه الگویی برای انسان واقعی باقی میمونه؟ هیچی. و این دقیقاً میرسه به تز اصلی علی دشتی تو کتاب 23 سال. که چی میگه؟ و دشتی هشدار میده که عقیده دوگماتیک، خرد و عقل سلیم انسان رو کند میکنه. حرفش اینه که وقتی یه جامعه عادت کنه برای هر رویداد تاریخی بگرده دنبال یه معجزه خیالی، ظرفیت خودش رو برای تحلیل علت و معلول و فهم واقعیت از دست میده. ما داریم خردورزی رو فدای امنیت روانی میکنیم. بر رسالت این کتاب هم همینه که این پوسته اسطوره ها رو بشکافه، درسته؟ آره، این که نشون بده تاریخ میدون جولان جادو و نیروهای نامرئی نیست. تاریخ صحنه کشمکش‌های عمیق روانی و اراده‌های انسانیه. خب، این همون نقطه‌ایه که میخوام شما شنونده عزیز باهاش درگیر بشید. ما امروز از نگاه تحلیلی دشتی دیدیم که چطور جامعه انسان رو به یه معجزه کیهانی تبدیل کرد. دیدیم چطور یه بحران درونی توی غار شد ملاقات با یه موجود بالدار و چطور خستگی یه رهبر با پاک‌کن تعصب از تاریخ حذف شد. حالا در پایان این گفتگو میخوام یه سوال عمیق ازتون بپرسم. کمی بهش فکر کنید. اگه بپذیریم که بزرگترین تغییرات تاریخ بشر نه به دست ابر انسان‌های بی‌نقص، بلکه با اراده انسان‌های مضطرب، خسته و پر از تردید رقم خورده، این چه حقیقتی رو درباره خودمون بهمون نشون میده؟ آیا دلیل این که ما انقدر مشتاقیم تا قهرمان‌های بی‌نقص بسازیم و منتظر یه ناجی آسمانی باشیم، این نیست که تو اعماق روانمون از روبرو شدن با قدرت واقعی خودمون وحشت داریم؟ آیا این اسطوره‌سازی‌ها فقط یه بهانه نیست تا مسئولیت وحشتناک تغییر جهان رو از روی دوش خودمون برداریم؟ آدم‌های تاریخ‌ساز جادویی نداشتن. اونا فقط جرأت کردن واقعیت رو با تمام نقص‌هاش به دوش بکشن. آیا ما این جرأت رو داریم؟ خودتون رو جای این آدم بذارین. شما یه مرد بادیه نشین هستین توی بیابون سوزان و بیرحم. تمام دارایی و سرمایه زندگیتونم چند تا شتره. آره، و با 1000 امید و آرزو این شترها رو میبرین سمت یه بت مقدس روی یه تپه. بوتی به اسم سعد. میبرین که تبرک بشن و از بلایای بیابون در امان بمونن. دقیقاً. اما وقتی به بت میرسین میبینین سنگ بت پوشیده از خون قربانیای قبلیه. خب شترها از بوی خون وحشت میکنن، رم میکنن و تو دل بیابون بی انتها پراکنده میشن. یعنی سرمایه کل زندگیتون جلوی چشمتون نابود میشه. حالا واکنش شما چیه؟ به زانو در میایین، گریه میکنین و از خشم خدایان طلب بخشش میکنین؟ راستش مرد بادینشین قصه ما هیچ کدوم از این کارا رو نکرد. اون یه سنگ برداشت، محکم کوبید تو سر بت و فریاد زد که خدا تو رو از برکت محروم کنه. تو فقط یه تکه سنگ روی یه تپه‌ای که سرمایه هام رو به باد دادی. وای چه واکنشی!
یعنی اون بت رو میشکنه و نفرین میکنه. هیچ ترسی هم از صاعقه یا خشم الهی نداره. فقط یه خشم کاملا معامله‌گرانه. دقیقاً و این شروع داستان ماست. به این بررسی عمیق خوش اومدین. امروز قراره تمام اون تصاویر پاستوریزه اسطوره‌ای که از تاریخ شنیدیم رو کنار بزنیم. آره، ما امروز روی یه منبع خیلی خاص دست گذاشتیم. تحلیل‌های به شدت روانشناختی و تاریخی از سالهای رسالت پیامبر اسلام بر پایه متن معروف 23 سال نوشته علی دشتی. البته باید همین اول بگم که ما اینجا هیچ موضع مذهبی یا سیاسی نمیگیریم. ما فقط گزارشگر بی‌طرف تحلیل‌های روانشناختی این متن هستیم. می‌خوایم ببینیم برخورد یه پیام کاملاً معنوی با ذهنیت به شدت مادی‌گرایانه و خشن اعراب چه انفجاری ایجاد کرد. ببین، چیزی که تو اون تصویر اولیه خیلی تکان دهنده است اینه که تمام پیش‌فرض‌های ما رو درباره انسان‌های باستانی به هم می‌ریزه. ما همیشه فکر می‌کنیم آدم‌های گذشته مرعوب و تسلیم بیچون و چرای خدایانشون بودن. ولی وقتی وارد جغرافیای خشن عربستان میشیم داستان کاملاً فرق میکنه، مگه نه؟ 100%. شما باید درک کنین که محیط فیزیکی چطور روان این آدما رو شکل داده بود. تو بیابونی که کشاورزی توش تقریباً ناممکنه، هرم نیازهای مازلو برای این آدما تو همون طبقه اول قفل شده بود. یعنی بقای فوری. یعنی پیدا کردن یه قطره آب، یه لقمه غذا و البته در امان موندن از شمشیر قبیله رقیب. صبر کن، پس میگی اونا هیچ درک متافیزیکی یا معنوی عمیقی نداشتن؟ راستش نه، به اون شکلی که ما امروز میشناسیم. پس اصلاً چرا بت میساختن و میپرستیدن؟ خب اگه فقط بقا مهم بود این همه مناسک برای چیه؟ سوال خیلی خوبیه. خب بت میساختن، اما نه به عنوان یه حقیقت غایی یا یه وجود عرفانی. بت برای اونا فقط یه ابزار بود. خدایان موجوداتی با هویت مستقل نبودن، بلکه قراردادهایی برای زنده موندن بودن. یعنی تو اون جغرافیا شما ظرفیت ذهنی و تجمل این رو ندارین که بشینین درباره زندگی پس از مرگ فلسفه بافی کنین. دقیقاً. وقتی خوشسالی میاد شما بارون میخواین، همین امروز. وقتی به جنگ میرین شمشیر براتر میخواین. بت‌ها وظیفه داشتن این نیازها رو تأمین کنن. چه جالب. انگار بت‌ها براشون مثل همین دستگاه‌های فروش خودکار یا همون وندینگ ماشینا بودن. شما یه دعا یا نظر میندازین تو دستگاه، دکمه رو میزنین و انتظار دارین فوراً یه موفقیت فیزیکی تحویل بگیرین. آره، یه تشبیه بی‌نقص. و اگه دستگاه کار نکرد، به جای اینکه فکر کنین شاید حکمتی توشه، به دستگاه لگد میزنین و میرین سراغ یه دستگاه دیگه. وای این خیلی عجیبه. تو متن خوندم که مسافرای بیابون رسم داشتن دور سنگای خاصی طواف کنن، ولی بلافاصله بعدش از همون سنگا به عنوان پایه دیگ پخت و پز استفاده میکردن. آره، این جزئیات خیره کننده است. یعنی سنگ مقدس و ابزار آشپزی هر دو یکی بودن. تقدس فقط تا جای اعتبار داشت که کاربردی باشه. یا اون مردی که رفت سراغ بتی به اسم ذوالخلصه تا برای انتقام خون پدرش مشورت بگیره. وقتی تیرهای فالگیری بهش گفتن انتقام نگیر، عصبانی شد. دقیقاً، به بت توهین کرد و گفت اگه پدر خودت هم کشته شده بود من رو از انتقام منع می‌کردی. یعنی به محض اینکه اقتدار الهی با نیازهای قبیله‌ایش تو تضاد قرار میگیره، راحت اون رو دور میندازه. خب حالا ما با این ذهنیت روبرو هستیم، ذهنیتی که مذهب رو فقط برای سود فوری میخواد. تو این شرایط پیامبر با یه پیام کاملا انتزاعی میاد. خدای واحد، پاسخگویی تو دنیای دیگه. آره، و برابری انسان‌ها. سوال اینجاست که چطور اصلا میشه چنین مفهوم معنوی رو به جامعه‌ای با این سطح از مادیگرایی فروخت؟ جواب کوتاهش اینه که در ابتدا اصلا نمیشه. و این همون نقطه برخورد وحشتناکیه که ما تو 13 سال اول رسالت تو مکه میبینیم. یعنی وقتی پیامبر شروع به موعظه کرد، قریش با همون عینک سودجویانه بهش نگاه کردن؟ 100%. توقع اونا از یه پیامبر چی بود؟ میگفتن بسیار خوب، اگه تو پیامبری، سود فیزیکی این کار برای ما کجاست؟ آسمونو بشکف، خونه‌هایی از طلا بساز یا چشمای جوشان تو بیابون جاری کن. یعنی آتش معجزه داشتن. معجزات فیزیکی تنها زبانی بود که ذهنیت وندینگ ماشینی اونا میفهمید. آره، ولی پیامبر اصرار داشت که من فقط یه انسانم و این عدم وقوع معجزه دلیل اصلی مقاومت سرسختانه قریش بود. ببین اینجا یه گره فکری بزرگ برای من هست. تو دنیای امروز خود ما
رهبران مدام سعی میکنن خودشون رو فراتر از انسانای عادی نشون بدن تا پیرو جذب کنن. دقیقاً، میخوان وصل به نیروی ماورایی باشن. خب اما پیامبر تو اون مقطع زمانی اصرار عجیبی داشت که فقط یه انسان فانیه. وقتی ازش معجزه میخواستن سکوت میکرد یا میگفت آیا من چیزی جز یه انسان و یه پیام‌آور هستم؟ آره. من واقعا نمیفهمم چرا اون حداقل از یه پدیده طبیعی به نفع خودش استفاده نکرد، چرا اینقدر روی انسان بودنش پافشاری میکرد، در حالی که میدونست این صداقت باعث دفع مردم میشه. چون ادعای معجزه تو اون فضا یه تله روانشناختی بود. اگه میگفت من قدرت‌های جادویی دارم، دقیقاً تو همون چارچوب خرافاتی و ابزارگرایانه بادی‌نشین‌ها قرار میگرفت. آهان، یعنی فردا ازش میخواستن جای چاهای آب رو پیش بینی کنه یا بیماری‌ها رو شفا بده. دقیقاً. اون میخواست این سیستم فکری رو از ریشه تغییر بده، نه اینکه به عنوان یه جادوگر جدید وارد بازار خدایان بشه، من بقا باشه. آره، تو روانشناسی بقا شما به یه سوپرمن نیاز دارین. مشرک‌ها به طعنه میگفتن این چه پیامبریه که مثل ما غذا میخوره و تو بازارها راه میره. اونا حاضر نبودن از انسانی که برابر با خودشون میدیدن اطاعت کنن. و این مقاومت فقط یه اختلاف نظر فلسفی ساده نبود. ما داریم درباره 13 سال طرد شدن، شکنجه پیروان و انزوای مطلق حرف میزنیم. که ما رو وارد یه لایه به شدت انسانی و تاریک تو اسناد تاریخی میکنه. یعنی بار روانی رسالت. راستش ما معمولاً شهرهای تاریخی رو مثل مجسمه‌های سنگی می‌بینیم. مجسمه‌هایی که نه خسته میشن، نه درد میکشن و نه شک میکنن. ولی متن نشون میده که پیامبر تو مکه تحت فشار وحشتناکی بود. اون یه ماشین بدون احساس نبود. دچار بحران‌های روحی، شک و حتی افسردگی میشد. فشار تحقیرها اون رو تا مرز تسلیم شدن یا سازش سیاسی با سران قریش پیش برد، مگه نه؟ بله، به مرحله‌ای رسیده بود که فکر میکرد اگه نتونه قدرتمندان مکه رو جذب کنه، کل این مأموریت شکست میخوره و پیروان فقیرش نابود میشن. یکی از دردناکترین مثالهای این فشار روانی ماجرای رویگردانی اون از مرد نابیناست، عبدالله ابن مکتوم. آره، یه لحظه کلیدی تو تحلیله. تصور کنین، پیامبر در حال مذاکره با سران بانفوذ قریشه. تمام انرژی روانیش رو گذاشته تا اونا رو متقاعد کنه چون بقای جنبش به این افراد وابسته است. تو همین حین یه پیرو قدیمی و نابینا وارد میشه و مدام حرفش رو قطع میکنه. و پیامبر که تحت فشار روانی شدیدی هست، اخم میکنه و از مرد نابینا روی برمیگردونه. ببین، این یه واکنش کاملاً طبیعی، پراگماتیک و انسانی از سوی رهبریه که به بنبست رسیده. اون تو ذهن خودش در حال اولویت بندی بود. درسته، اما متن تحلیل میکنه که چطور این اتفاق به یه نقطه عطف تبدیل میشه. بلافاصله آیات سوره عبس نازل میشه که به تندی پیامبر رو به خاطر این رفتار سرزنش میکنه. انگار این آیات صدای وجدان بیدار پیامبر بودن که اون رو به اصول اولیش برمیگردوندن. دقیقاً. یا توی دوران دیگه وقتی از طعنه‌ها به شدت افسرده شده بود، آیات سوره الضحی مثل یه نیروی تسلی بخش درونی اون رو از تاریکی بیرون میکشه. وقتی یه مرد 13 سال تمام تحت این سطح از فشاره، روانشناسی رفتاری به ما میگه که اون بلافاصله یا باید فرو بپاشه یا استراتژیش رو کاملاً تغییر بده. و اینجاست که ما به بزرگترین شیفت تو این داستان میرسیم. مهاجرت به مدینه. یعنی این فقط یه سفر جغرافیایی برای فرار نبود، یه دگردیسی کامل روانی بود. یه تغییر پارادیگم واقعی. پیامبر تو مدینه فهمید که روانشناسی اعراب با موعظه‌های معنوی عوض نمیشه. اونا فقط زبان قدرت و منافع فیزیکی رو میفهمیدن. پس از یه موعظه‌گر معنوی به یه رهبر سیاسی واقع‌گرا تبدیل شد. متوجه شد برای تغییر این جامعه خشن باید با قواعد همون جامعه بازی کنه. آره، و متن به صراحت این رو با استناد به تغییر لحن آیات بررسی میکنه. تو مکه آیات پر از تسامح بود، اما تو مدینه لحن کاملا عوض میشه. مثلا تو سوره مثل توبه، زبان آیات از صبر کن به دستورات قاطع تغییر میکنه. این زبان یه دولت سازه. اون اقتصاد جامعه جدید رو از طریق غنایم جنگی شکل داد و برای تثبیت قدرت از استراتژی‌های نظامی و سیاسی قاطع استفاده کرد.
خب چون تو روانشناسی اون جغرافیا هر گونه نرمش معادل ضعف بود و ضعف مساوی بود با نابودی. دقیقاً. صبر کن، اینجا باید توقف کنیم چون برای ذهن مدرن خیلی چالش برانگیزه. ماجرای تقسیم غنایم جنگ حنین که تو متن خوندم واقعا به خوبم کرد. آها، همون باج دادن سیاسی؟ آره، بعد از فتح مکه پیامبر غنایم عظیمی به دست میاره، اما به جای اینکه این ثروت رو بین یاران وفادارش یعنی انصار تقسیم کنه، صدها شتر و ثروت هنگفت رو میده به سران قریش، به کسانی مثل ابو سفیان که یه دهه فرمانده جنگ علیهش بود. خب از دیدگاه رهبری امروز این یه باج دادن فاسد و خیانت به وفادارانه. دقیقاً. پس چرا این کار باعث نشد پیروانش همونجا شورش کنن؟ چون اون دقیقاً روی همون سیستم وندینگ ماشین عربا دست گذاشته بود. انصار به شدت اعتراض کردند و گفتن شمشیرهای ما هنوز از خون اینا میچکه. ولی محاسبه پیامبر یه شاهکار روانشناسی اجتماعی بود مگه نه؟ بله، اون میدونست وفاداری انصار بر پایه عقیده محکمه. اونا با چند کلمه تسلی بخش آروم میشدن. اما سران قریش ذهنیت بیابانی داشتند. دین رو بر اساس سودی که میداد میسنجیدن. یعنی پیامبر با دادن ثروت مادی در واقع مقاومت اونا رو خرید. از نقطه ضعف روانشناختی دشمنانش برای تثبیت هژمونی خودش استفاده کرد. آره، یا مثلا پیمان صلح حدیبیه. وقتی یارانش آماده بودن برای زیارت برن مکه، ناگهان با دشمن صلح کرد و شرایط تحقیرآمیزی رو پذیرفت. یارانش تو مرز شورش بودن، ولی در باطن این یه جنگ روانی و به رسمیت شناخته شدن سیاسی بود. اون قواعد دیگر رو از ائتلاف قریش جدا کرد. درسته، موفقیت نهایی اسلام ناشی از معجزات جادویی نبود، بلکه حاصل همین هوش سیاسی و شناخت دقیق روانشناسی مخاطب بود. اون قواعد بازی بیابون رو یاد گرفت و با همون قواعد پیروز شد. اما اینجای داستان طنز تلخ و شگفت‌انگیز تاریخ شروع میشه. منظورت اسطوره سازیه؟ و بحران‌های روحی موفق میشه تاریخ رو تغییر بده. قرآن هم بارها بر انسانیت اون تاکید میکنه. اما نسل‌های بعدی چی کار میکنن؟ تمام این واقعیت رو زیر خروارها افسانه دفن میکنن. چرا واقعاً؟ چون ذهن انسان نمیتونه نقص و زمینی بودن قهرمانش رو تحمل کنه. متن اسم این رو میذاره پناه بردن به اسطوره. یعنی وقتی میدیدن رهبرشون دوچار اندوه شده یا تو جنگ اشتباه کرده دوچار حقارت روانی میشدن؟ دقیقاً. با خودشون میگفتن چطور ممکنه کسی که کائنات به خاطرش آفریده شده تو بازار راه بره. پس شروع کردن به سانسور واقعیت. مثالهایی که تو متن اومده باور نکردنیه. نویسنده‌ای مثل قاضی عیاض شروع کردن به نوشتن اینکه پیامبر اصلاً سایه نداشت. یا اینکه میتونست با پشت سرش ببینه. آره، گفتن درخت‌ها باهاش حرف می‌زدن یا حتی ادرارش خاصیت شفابخشی داشته. وای، این تصویر به نظرم توهین به شعور انسانی خود پیامبره. این دقیقاً شبیه کاریه که ما امروز با سلبریتی ها یا رهبران کاریزماتیک میکنیم. قهرمان هامون رو فتوشاپ میکنیم و نقصهاشون رو حذف میکنیم. چون اگه قهرمان ما نقطه ضعف داشته باشه، اسطوره ما فرو میریزه. اگه اون با دست خالی پیروز شده باشه، پس بهانه ما برای تنبلی خودمون چیه؟ آفرین. متن به زیبایی استدلال میکنه که با تبدیل کردن پیامبر به یه موجود جادویی، پیروانش در واقع عظمت دستاورد اون رو نابود کردن. شگفتی واقعی اینه که یه انسان معمولی با تمام محدودیتاش بتونه چنین تغییری ایجاد کنه. این همون پارادوکس بزرگه. با دینشینای اولیه میگفتن چون تویی انسانی ما به تو ایمان نمیاریم. و قرنها بعد آیندگان گفتن چون ما به تو ایمان داریم پس تو حتما انسان نیستی. ذهن انسان از پذیرش یه قهرمان کاملا انسانی فرار میکنه. خب ما امروز سعی کردیم از زاویه روانشناسی بقا و قدرت به این بخش از تاریخ نگاه کنیم. و دیدیم که عبور از این سطح با جادو اتفاق نیفتاد، بلکه با دگردسی روانی رهبر واقع‌گرا اتفاق افتاد. دقیقاً. و حالا تو پایه این مسیر میخوام یه سوال مستقیما از شما که دارین این کاوش رو میشنوین بپرسم. شما رو با این فکر تنها میذارم. تو زندگی خودتون چطور به آدمای تاثیرگذار نگاه میکنین؟
آره، آیا ترجیح میدین با واقعیت پر از نقص و خطاهای انسانی اما الهام بخش اونا روبرو بشین؟ یا اینکه ترجیح میدین به همون افسانه‌های راحتی بخشی پناه ببرین که هیچ کس نمیتونه تو واقعیت بهشون برسه. وقتی ما بی‌نقص بودن رو شرط عظمت میدونیم، در واقع داریم ارزش تلاش‌های انسانی رو نابود میکنیم. فکر کردن به این موضوع واقعاً میتونه نگاه آدم رو تغییر بده. 100%. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودین ممنونیم. امیدواریم این گفتگو ذهنتون رو برای پرسش‌های بزرگتر قلقلک داده باشه. تا بررسی عمیق بعدی به کاوش ادامه بدیم. تصور کنید یه موجود کیهانی بی‌نهایت وجود داره. موجودی که خالق و طراح صدها میلیون کهکشان پر از ستاره است. یعنی سیاره زمین با تمام عظمتش در برابر این کیهان حتی از یه دانه خشخاش هم کوچکتره. حالا همین خالق بی‌نهایت ناگهان از دست یه مرد عرب در صحرای حجاز در قرن 7 میلادی به شدت عصبانی میشه. آره، به شدت خشمگین میشه. دقیقاً. تا حدی که شخصاً کلماتی رو میفرسته تا اون آدم و همسرش رو با خشم تمام نفرین کنه. ببین، این یه تضاد بسیار عجیبه. یعنی ما داریم درباره نیروی حرف میزنیم که طبق تعریف فراتر از زمان و مکان و احساساته. درسته. اما تصویری که تو الان توصیف کردی، تصویر یه رئیس قبیله است که بهش بی‌احترامی شده، نه تصویر طراح میلیاردها سیاه‌چاله. و این دقیقاً همون ناهماهنگی شناختی شدیدی هست که امروز تو این کاوش عمیق میخوایم کالبدشکافیش کنیم. ما امروز میخوایم وارد ذهن یکی از بحث برانگیزترین تحلیلگران بشیم، علی دشتی و کتاب معروفش 23 سال. کتابی که خیلی روی این تضادها دست میذاره. آره. دشتی سعی میکنه نشون بده که چطور ساختارهای اجتماعی، پویایی قدرت و روانشناسی شخصی پیامبر در مکه و مدینه تو چیزی که به عنوان کلام الهی شناخته میشه رسوب کرده. البته همینجا به عنوان یه یادآوری برای شما که دارید گوش میدین بگم ما اصلاً قصد نداریم تو این برنامه موضع‌گیری سیاسی و مذهبی داشته باشیم. دقیقاً. ما فقط و فقط قرار محتوای این کتاب رو بررسی کنیم و ایده های نویسنده رو به شکل بی‌طرفانه کالبدشکافی کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ خب، نقطه شروع دشتی برای ورود به این بحث یه مفهوم عمیق روانشناختی درباره خود ما انسان هاست. میدونی ذهن ما در مواجهه با مفاهیم بی‌نهایت دچار فلج شناختی میشه. یعنی نمیتونیم درکش کنیم. دقیقاً. ما نمیتونیم چیزی رو که شبیه خودمون نیست بفهمیم. برای همین دشتی استدلال میکنه که انسانها برای فهم خدا اون رو به شکل یه نسخه غول‌پیکر از ساختارهای قدرت خودشون باز تولید کردن. چه جالب. پس یعنی خدا انسان رو شبیه خودش نیافتاده، بلکه این انسان بوده که خدا رو با تمام ضعف‌ها و خشم‌ها و جاه طلبی‌های خودش تو آسمان‌ها تصور کرده. این دقیقاً همون سوال کلیدیه که کتاب مطرح میکنه. خب بیا همین ایده رو روی متون پیاده کنیم. تو کتاب میبینیم که یکی از بزرگترین تناقضات نسبت دادن احساساتی مثل خشم یا کینه‌توزی یا حتی مکر به یه ذات بی‌نیازه. خدا بارها تو متن عصبانی میشه یا خودش رو بهترین مکاران معرفی میکنه. راستش از منظر روانشناسی خشم اصلا چیه؟ خشم یه واکنش بیولوژیک و احساسی به ضعفه. آره، وقتی کنترل اوضاع از دستمون خارج میشه. دقیقاً. حیله‌گری و مکر هم همینطوره. شما کی مجبور میشید از حیله استفاده کنید؟ زمانی که قدرت مستقیم برای غلبه بر یه مانع رو ندارید. خب پس چرا یه موجود قادر مطلق باید حیله به کار ببره؟ این همون پرسش ویرانگر دشتیه. موجودی که تنها با اراده کردن میتونه کل جهان رو تغییر بده، چرا باید در برابر جهل چند تا انسان زمینی دچار خشم غیرقابل کنترل بشه یا با سران قریش وارد بازی مکر و حیله بشه؟ میدونی وقتی داشتم این بخش رو میخوندم یه تمثیل امروزی تو ذهنم شکل گرفت. فرض کن یه مدیر عامل داریم که امپراتوری تجاریش 100,000 کارمند داره. حالا تصور کن یه کارآموز ساده توی شعبه دور افتاده پشت سرش یه حرف بی‌ادبانه میزنه. اگه مدیر عامل کل جلسات هیئت مدیره رو لغو کنه و شخصاً بیاد با اون کارآموز دعوا کنه،
ما به این نمیگیم اقتدار، ما میگیم این آدم تزلزل شخصیتی داره. دقیقاً. دشتی هم به داستان ابولهب اشاره میکنه. ابولهب میگه هلاک باد بر تو، بعد بلافاصله سوره نازل میشه که ابولهب و همسرش رو مستقیما نفرین میکنه. و جالبتر از اون اینه که این واکنش‌های شخصی فقط محدود به دشمنان سیاسی نیست. دشتی نشون میده که چطور این تنش روانشناختی به خصوصی ترین مسائل خانوادگی پیامبرم کشیده میشه. صبر کن، منظور دوای خانوادگیه؟ آره. طبق روایت کتاب گاهی قوانین کیهانی متوقف میشن تا یه دعوا تو خونه پیامبر حل و فصل بشه. خصوصا دعوا با همسرانش، عایشه و حفصه. یادم اومد. همونجا که سر مسائل روزمره اختلاف پیدا میکنن. دقیقاً. ناگهان آیاتی نازل میشه که مستقیماً به همسران هشدار میده که اگه دست از آزار پیامبر بر ندارید، خدا و جبرئیل میان و خدا همسران بهتر و مطیعتری جایگزین شما میکنه. واو، یعنی مداخله تو دعوای هوها. آره، دشتی میپرسه آیا واقعاً تهدید به طلاق تو شأن خالق کهکشان هاست یا این فقط انعکاس روان خسته یه رهبر انسانیه که برای کنترل خونش از بالاترین اهرم قدرتش استفاده میکنه؟ اینجاست که مسیر منطقی کتاب ما رو میبره به یه ایستگاه خیلی مهم. اگه محتوای متن تا این حد انسانیه، آیا ساختار زبانیش هم اینو نشون میده؟ کتاب با استفاده از شواهد سبکی یه جورایی مچ خواننده رو میگیره. بهترین مثالش کدومه به نظرت؟ سوره فاتحه. ما صدها بار شنیدیمش. همیشه فکر میکنیم این متن دیکته مستقیم خداست. اما وقتی لحن رو بررسی میکنی، گوینده داره میگه ما تنها تو را میپرستیم، ما را به راه راست هدایت کن. خب خدا که از خودش هدایت نمیخواد. این کلیدی ترین شاهد سبکشناسیه. اگه کلام خدا بود، باید با کلمه بگو شروع میشد. همونطور که تو سوره های دیگه میبینیم. آره، درسته. اما اینجا متن تبدیل میشه به نیایش و صدای درونی خود پیامبر. دشتی از این موضوع برای توضیح پدیده جابجایی ضمایر استفاده میکنه. مثل سوره اسراء که داستان معراج رو میگه، متن میگه منزه است آن کس که بنده خود را شبی از مسجد الحرام برد. خب اینجا باز همون سوال پیش میاد، گوینده کیه؟ خدا که خودش رو ستایش نمیکنه؟ دقیقاً. این نشون میده پیامبر داره با شگفتی از تجربه خودش حرف میزنه. دشتی از ترکیب این شواهد به یه نظریه روانشناختی میرسه. اینکه پیامبر دروغ نمیگفته، درسته؟ آره. اون معتقد نیست پیامبر مردم رو فریب میداده، بلکه میگه یه درهم‌آمیختگی عمیق روانی رخ داده. صدای درونی پیامبر، خشمهاش، امیدهاش با تجربهش از یه حقیقت برتر گره خورده. پس در واقع ما با صدای کیهان طرف نیستیم. ما داریم به بلندگوی ناخودآگاه یه رهبر کاریزماتیک گوش میدیم. و خب اگه این ذهن پیامبر باشه، پس باید محدود به شرایط فرهنگی زمان خودش هم باشه دیگه. کاملاً. و این میبره ما رو به بحث جذاب فرهنگ و خرافات پیش از اسلام. دشتی نشون میده چطور اقتصاد و خرافات اعراب بیابانگرد تبدیل به قوانین ابدی شدن. مثل همون داستان جن و جادو. آره، سوره فلق و ناس. تو روایات اومده که یه یهودی در مدینه پیامبر رو جادو میکنه. 11 تا گره میزنه به یه نخ و میندازه ته چاه. و پیامبر مریض میشه. بله. بعد فرشتگان جای جادو رو میگن و این دو سوره که 11 آیه دارن نازل میشه تا گره ها باز بشن. یا مثلا اشارات زیاد به جنها تو متن. خب ببین، من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بگو. آیا نمیشه گفت پیامبر فقط داشته از زبان و استعاره های استفاده میکرده که برای مردم خرافاتی اون زمان قابل فهم باشه؟ یعنی یه ابزار ارتباطی بوده، نه تایید جادو؟ اتفاقاً دشتی اینو نادیده نمیگیره، اما با ارجاع به ایگناز گولدزیهر یه مشکل بنیادی رو مطرح میکنه. مشکل اینه که پیامبران فیلسوف نیستن که تبصره بنویسن که لطفاً این بخش رو نمادین بخونید. آره، اونها از روی شور درونی حرف میزنن. و فاجعه از جایی شروع میشه که مفسران بعدی میان و این کلام ارگانیک رو تبدیل به یه سیستم خشک و تحت لفظی میکنن. آها، پس وقتی تو با زبان کودکی با جامعه حرف میزنی، نسل‌های بعدی همون داستان کودکانه رو به عنوان فیزیک کوانتوم ثبت میکنن. دقیقاً کار به جایی میرسه که گروهی از متکلمان آیاتی که کلماتی مثل دست خدا توش بوده رو کاملاً فیزیکی تفسیر میکنن.
دشتی به واعظی اشاره میکنه که روی منبر پاشو لخت میکنه و میگه خدا هم دقیقاً پاهایی مثل من داره. واقعاً چقدر عجیب. و این تقدس دادن انگار فقط تو خرافات نیست. دشتی تقویم قمری رو هم مثال میزنه. اوه، تقویم قمری مثال فوق‌العاده‌ایه. آره، ما میدونیم تقویم قمری برای کشاورزی ناکارآمده چون فصلها جابجا میشن. اما خب عرب‌ها بیابانگرد بودن و نجوم پیشرفته نداشتن، کارشون راه میافتاد. ولی تو قرآن این سیستم ناقص میشه یه قانون ابدی. دقیقاً. و تلاش برای اصلاحش با ماه‌های خورشیدی میشه کفر. اصلا آدم به این فکر میکنه که تو زندگی مدرن ما چند تا تقویم قمری وجود داره که جرئت نداریم تغییرشون بدیم. آره واقعاً. حالا اگه بپذیریم که شرایط محیطی روی پیام تأثیر مستقیم داشته، بزرگترین آزمون برای این نظریه زمانیه که محیط پیامبر به کل عوض میشه. یعنی مهاجرت به مدینه. راستش این بخش برای من شبیه تحلیل چرخه عمر یه استارتاپ بود. استارتاپ؟ چطور؟ فرض کن یه استارتاپ کوچیک تو فاز اول توی گاراژ شکل میگیره. ارزش‌هاشون آرمان‌گرایانه است، صلح، مدارا. این همون دوران مکه است. پیامبر در اقلیته، پس لحن آیات کاملا صلح‌جویانه است. میگه در دین اجباری نیست. آره، بدی رو با خوبی جواب بده. اما بعد این استارتاپ وارد بازار واقعی میشه، میره مدینه. قدرت نظامی و اقتصادی میگیره و حالا بحث بقاست. دشمنان میخوان نابودشون کنن. و اینجا دیگه شعارهای صلح طلبانه جواب نمیده. دقیقاً. ما وارد فاز پراگماتیسم شدید میشیم. ناگهان دستور میاد که مشرکان رو بکشید. قوانینی برای غنایم جنگی وضع میشه. خب آدم میپرسه پیروان اولیه چطور این تغییر 180 درجه خدا رو هضم میکردن؟ این همون جاییه که دشتی مفهوم ناسخ و منسوخ رو کالبد شکافی میکنه. یعنی ابطال احکام قبلی. از دید یه رهبر سیاسی این کاملا منطقیه. استراتژی قبلی کار نمیکنه، عوضش میکنه. آره، ولی وقتی اینو به یه خدای دانای کل نسبت میدی که از قبل همه چیز رو میدونه، یه بحران کلامی ایجاد میشه. چرا باید قانونی بذاره که چند سال بعد باطلش کنه؟ دشتی میگه مکانیزم ناسخ و منسوخ یه سرپوش الهیاتیه برای توجیه تغییر استراتژی‌های یه رهبر انسانی بوده. این تطبیق پذیری تو پیروزی‌ها و شکستای نظامی هم خودش رو نشون میده. مثل جنگ بدر؟ آره، تو بدر مسلمانان پیروز میشن. بلافاصله آیات میاد که خدا 1000 فرشته فرستاد و این تیر خدا بود که دشمن رو کشت. خب این برای روحیه عالیه، ولی تو جنگ احد که شکست میخورن چی؟ 70 نفر کشته میشن. دشتی همینو میپرسه. اون هزاران فرشته کجا بودن؟ یا تو جنگ خندق بعد از هفته‌ها محاصره و گرسنگی تازه یه باد میاد چادرای دشمن رو میبره. آره، و دشتی با طعنه میگه اگه اراده کیهانی میتونست با یه باد مسئله رو حل کنه، چرا 3 هفته زودتر نفرستاد تا این همه رنج نبرن؟ این یه مکانیزم روانشناختی کلاسیکه. پیروزی‌ها مصادره میشه به عنوان تایید خدا، شکست‌ها میشه نتیجه اشتباهات خود پیروان. خب اگه بخوایم این بحث رو جمع‌بندی کنیم، دشتی داره به ما میگه این متون بیشتر از این که گزارش مستقیم کیهان باشن، آینه تمام قد روانشناسی انسان و جامعه حجاز تو قرن 7 هستن. دقیقاً. پیامبر خشمها، نبوغ و محدودیت‌های فرهنگی خودش رو در قالبی ریخت که برای اون جامعه مقدس‌ترین فرم ممکن بود. و درک این موضوع خیلی فراتر از تاریخه. یه درس بزرگ رفتارشناسیه. ما انسان‌ها یه تمایل ذاتی داریم که ارزش‌های موقتمون، تعصبات قبیله‌ایمون و ترس‌هامون رو برداریم و بهشون رنگ و بوی ابدیت و تقدس بزنیم. که دیگه کسی نتونه ازشون انتقاد کنه. ما تحمل مواجهه با پیچیدگی جهان رو نداریم، پس حقایق مطلق رو به اندازه ذهن محدود خودمون کوچیک می‌کنیم. دقیقاً. و این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه، سوالی که دوست دارم شما که دارید این کاوش عمیق رو گوش میدین واقعاً بهش فکر کنید. اگه نیاکان ما در هزاران سال پیش اضطراب‌های انسانی و خرافاتشون رو به خالق کیهان فرافکنی می‌کردن و اونا رو به عنوان حقایق مطلق می‌پرستیدن، ما امروز داریم چه می‌کنیم؟
تو این دنیای مدرن غرق در الگوریتم‌ها چه سوگیری‌های پنهان و ارزش‌های موقتی رو داریم به درک خودمون از حقیقت تحمیل می‌کنیم و آیا روزی آیندگان به قوانین مطلق امروز ما همونطور نگاه می‌کنن که ما امروز به تقویم قمری و جادوی ته چاه نگاه می‌کنیم؟ تصور کنید 23 سال جنگیدید، خون دادید و یه امپراتوری بی‌نظیر رو از صفر ساختید. یه دستاورد واقعاً غیر ممکن. دقیقاً، قبایل متخاصمی که نسل در نسل فقط همدیگر رو می‌کشتند، رو زیر یه پرچم واحد جمع کردید. خب حالا تصور کنید تو بستر مرگ هستید. تب دارید و میدونید اینا نفس‌های آخره. آره. از نزدیکترین مشاورانتون، همونایی که سالها کنارتون شمشیر زدن، یه قلم و کاغذ می‌خواید تا جانشینتون رو تعیین کنید. تا جلوی فروپاشی اون ساختار رو بگیرید. درسته. ولی در کمال ناباوری تو همون لحظه حساس اونا بهتون نگاه میکنن و خیلی راحت میگن نه. عجیبه واقعاً. شما رو با این بحران و خلاء قدرت تو بستر مرگ رها میکنن. ببینید، این یه فیلمنامه پر التهاب سیاسی نیست. این دقیقاً همون صحنه‌ایه که در روزهای پایانی زندگی پیامبر اسلام رخ داد. و عجب صحنه پرتنشی هم هست. دقیقاً. ما تو کاوش عمیق امروزمون رفتیم سراغ کتاب بحث برانگیز 23 سال نوشته علی دشتی. مأموریت ما تو این بررسی اینه که اون نقطه برخورد رو پیدا کنیم. همون نقطه‌ای که میراث معنوی با واقعیت‌های بی‌رحم سیاسی برخورد میکنه. آره، همون صخره سخت بقا و سیاست. و میدونی دقیقاً همین نقطه برخورده که این کتاب رو انقدر جذاب میکنه. ما اینجا فقط تاریخ نمیخونیم. دشتی ما رو میبره به یک کالبد شکافی عمیق از روانشناسی قدرت. یعنی میخواد ذات انسان رو نشون بده. درسته. یه مطالعه بدون روتوش از جاه طلبی. چیزی که نویسنده روش دست میذاره اینه که چطور آرمانهای بزرگ وقتی با وسوسه قدرت روبرو میشن تغییر شکل میدن. خب این ماجرای قلم و کاغذ همینه دیگه. آره، چه اطرافیان مانع شده باشن، چه خود پیامبر در نهایت سکوت کرده باشه. این یه معمای پیچیده است. آیا این یه اشتباه مهلک بود یا یه مانور سیاسی حساب شده؟ خب بیایید دقیقاً همین صحنه رو باز کنیم. روزهای پایانی پیامبر تو بستر بیماریه و قلم و دوات میخواد. اما عمر ابن خطاب جلو میاد. که نفوذ خیلی بالایی انداشت. عمر میگه بیماری بر پیامبر غلبه کرده و کتاب خدا برای ما کافیه. جر و بحث انقدر بالا میگیره که پیامبر ازشون میخواد اتاق رو ترک کنن و هیئت مدیره تو هرج و مرج فرو رفته. چون میدونن معرفی یه جانشین خاص ممکنه کل سیستم رو از هم بپاشه. دقیقاً. سوال من اینه، چرا عمر که خودش یکی از معماران این ساختار بود مانع این کار شد؟ این فقط یه نافرمانی بود یا منطق پیچیده‌تری داشت؟ خب ما اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید بریم تو ذهن یه استراتژیست عملگرا. بر اساس تحلیل کتاب، محاسبات عمر تو اون لحظه کاملاً بر پایه بقای سیاسی بود. یعنی نگران جنگ داخلی بود؟ آره، ببینید عمر میدونست اگه پیامبر قلم به دست بگیره، به احتمال زیاد اسم علی رو مینویسه. که خب داماد و پسرعموی پیامبر بود. و خیلی هم جوان بود. اما از نگاه عمر و سران قبایل، دادن رهبری به علی یه پیامد خطرناک داشت. انحصار تمام قدرت تو دست یه خاندان. آها، یعنی بنی هاشم هم افتخار نبوت رو داشتن و هم حالا قدرت حکومت رو میگرفتن. دقیقاً. و اعراب با اون پیشینه رقابت‌های قبیله‌ای مسلماً چنین انحصاری رو تحمل نمی‌کردن. یعنی قبایل دیگه احساس می‌کردن کاملاً از بازی قدرت حذف شدن. درسته. غرور و رقابت‌های باستانی قبایل با اسلام از بین نرفته بود، فقط موقتاً کنترل شده بود. عمر میدونست علی شخصیتی به شدت سازش‌ناپذیره و آرمانگرا داره. اهل باج دادن سیاسی نبود. اصلاً. پس رهبری چنین فردی تو اون مقطع شکننده بلافاصله منجر به شورش سراسری میشد. عمر دنبال ثبات بود و این ثبات رو تو ابوبکر میدید. چون مسن‌تر بود و از یه قبیله ضعیف‌تر. آره، قبیله تیم. کسی از به قدرت رسیدن اونا احساس خطر نمی‌کرد و البته عمر میتونست کنارش قدرت رو مدیریت کنه. ولی اینجا یه تناقض هست که ذهن رو درگیر میکنه. چه تناقضی؟ اگه پیامبر واقعا معتقد بود تنها راه نجات جانشینی علیه، چرا مقاومت بیشتری نکرد؟
چرا اجازه داد اونا بدون نوشته از اتاق بیرون برن؟ اینجاست که دشتی تو کتاب یه مقایسه تاریخی خیلی جالب میکنه. او این موقعیت رو با وصیت‌نامه لنین تو بستر مرگ مقایسه میکنه. چه مقایسه عجیبی! چطور؟ میدونی لنین تو روزهای آخرش یه نامه نوشت و صراحتاً از درگیری وحشتناک بین استالین و تروتسکی ابراز نگرانی کرد. ولی در نهایت ساختار رو مجبور به پذیرش یه فرد مشخص نکرد. یعنی کارو سپرد به قانون بقای اسلحه. دقیقاً. حل بحران رو به واقعیت‌های بیرحم سیاست واگذار کرد. پیامبر هم روانشناسی اصحابش رو بهتر از هر کسی میشناخت. پس میدونست تحمیل یه رهبر میتونه نتیجه عکس بده. آره. جاه طلبی ها هنوز زیر پوست جامعه زنده بود. تحمیل یه رهبر ایدئالگرا به مردمی که هنوز الفبای رقابت خونین رو بلد بودن، ممکن بود کل پروژه اسلام رو نابود کنه. پس ترجیح داد این تنش ارگانیک حل بشه. خب، پیامبر فوت میکنه، پیکرش هنوز روی زمینه و علی و خانواده دارن غسلش میدن. اما یه جای دیگه شهر، تو سقیفه بنی ساعده. دقیقاً، یه طوفان سیاسی وحشتناک در جریانه. برای شما که شاید گروه‌های اون زمان رو یادتون نیاد، ما 2 گروه داریم: انصار که بومی‌های مدینه بودن و مهاجرین که از مکه اومده بودن. و این 2 گروه تو سقیفه روبروی هم قرار میگیرن. آره. دشتی میگه عمر اینجا با یه حرکت برق‌آسا انصار رو دور زد. ولی چطوری؟ چطور چند نفر مهاجر تو شهر خود انصار قدرت رو از چنگشون درآوردن؟ خب این یک کلاس درس کامل از تاکتیک‌های سیاسیه. انصار داشتن برنامه ریزی می‌کردن رهبر رو از بین خودشون انتخاب کنن. میگفتن ما ارتش رو ساختیم پس حق ماست. درسته. مهاجرین هم میگفتن ما از تبار پیامبریم. اما عمر متوجه یه شکاف عمیق تو جبهه انصار شد. انصار 2 قبیله بودن، اوس و خزرج. که قبلا با هم جنگای خونینی داشتن. دقیقاً وقتی قرار شد سعد بن عباده از خزرج رهبر بشه، قبیله اوس احساس خطر کرد. عمر هم دست گذاشت روی همین گسل روانشناختی. پس از تفرقه اونا استفاده کرد. آره، میدونست اگه بحث طولانی بشه ممکنه انصار متحد بشن. پس توی لحظه حساس فیزیکی دست ابوبکر رو گرفت و باهاش بیعت کرد. یه شوک روانی ایجاد کرد. کاملاً. قبیله اوس هم که نمیخواست رقیبش به قدرت برسه، سریع پشت سر عمر با ابوبکر بیعت کردن. همه رو توی عمل انجام شده یا همون فیت اکامپلی قرار دادن. و سعد بن عباده عملاً حذف شد. زیر دست و پا موند. این دیگه تعیین جانشین معنوی نبود. این یک کشمکش عریان برای تصاحب اهرمای قدرت بود. اینجا کتاب واقعاً تکان دهنده است. میدونی وقتی خبر به علی میرسه واکنش جالبی نشون میده. میگه مهاجرین به درخت بودن خودشون استدلال کردن ولی میوه اون درخت رو نادیده گرفتن. یه تغییر روانشناختی بزرگ، مذهبی که هدف نهایی بود، بلافاصله شد ابزاری برای حفظ دولت. اما سوال من اینه بعد از تثبیت قدرت اونا چطور این قبایل به شدت ناراضی رو کنترل کردن؟ این انرژی نمیتونست برای همیشه سرکوب بشه. راه حلشون هدایت این انرژی به بیرون بود، یعنی آغاز فتوحات بزرگ. به جای جنگ داخلی، امپراتوری‌های ایران و روم هدف قرار گرفتن. یه دشمن مشترک. آره، ولی این کار یه بحران روانی و اجتماعی بی‌سابقه ساخت، سرازیر شدن غنایم غیرقابل تصور به مدینه. اینجا جاییه که ماجرا واقعا جذاب میشه. ارقامی که تو متن منبع هست تکان دهنده است. ما همیشه شنیدیم صحابه تو فقر شدید زندگی میکردن و بعضی شبا گرسنه میخوابیدن. ولی بعد از فتوحات ورق برگشت. کاملا. مثلا طلحه و زبیر که از یاران اولیه بودن. دشتی میگه زبیر املاکی به ارزش 30 تا 50 میلیون درهم از خودش به جا گذاشت. رقم عجیبیه برای اون زمان. طلحه صدها کیسه طلا داشت. یا ثروت عظیم سعد ابن ابی وقاص که پسرش عمر ابن سعد سالها بعد حاضر شد جلوی نوه پیامبر بایسته فقط برای رسیدن به فرمانداری ره. چطور کسانی که اون ریاضت‌ها رو دیده بودن تونستن چنین طمعی رو توجیه کنن؟ برای درک این باید به تأثیر روانی فتوحات نگاه کنیم. اعرابی که قرنها تو بیابان با منابع محدود بودن، ناگهان خزانه‌های بی‌پایان ساسانیان رو دیدن. خب عمر که سعی میکرد جلوی اینو بگیره.
آره، عمر با یه انضباط آهنین اجازه نمیداد صحابه از مدینه خارج بشن تا زمین بخرن. ولی با ترور عمر و اومدن عثمان این سد شکسته شد. یعنی ریاضت سختگیرانه رها شد؟ کاملاً. عثمان خزانه ها را به روی صحابه باز کرد. غرایز باستانی برای ثروت‌اندوزی بیدار شد. ولی با یه تفاوت بزرگ. حالا مذهب توجیهی بود برای رقابت بر سر ثروت. و همین بستر جنگ‌های داخلی آینده رو فراهم کرد. درسته. وقتی علی به خلافت رسید و خواست این امتیازات رو قطع کنه، همین میلیاردرها مثل طلحه و زبیر تو جنگ جمل جلوش ایستادن. اما این انباشت ثروت فقط یه بخش ماجراست. روایت به سمت یه تنش فرهنگی و قومی تغییر مسیر میده که مستقیما به هویت ما به عنوان شنونده ایرانی گره میخوره. بله، برخورد طبقه فاتح با تمدن مغلوب. امپراتوری دیگه فقط عرب نبود. کتاب حکایات تلخی میاره. مثلا یه مرد ایرانی فقط به خاطر اینکه با یه زن عرب ازدواج کرده بود 200 تا ضربه شلاق خورد و موهاش را تراشیدن. واقعا دردناکه. یا قاضی که از دادن سهم ارث برابر به یه پسری که مادرش غیر عرب بود خودداری کرد و با عصبانیت از برتری خون عربی گفت. چطور اون تقوای اولیه به اینجا رسید؟ ببینید ایرانی‌ها اولش تسلیم شدن و دانش دیوان سالاری خودشون رو در خدمت فاتحان گذاشتن به امید برابری، ولی با تحقیر سیستماتیک روبرو شدن. یعنی بی‌توجهی آشکار به اصل قرآنی برابری؟ دقیقاً. فاتحان برای سلطه خودشون استدلال کردند که چون پیامبر عربه، پس نژاد عرب ذاتاً برتره. اونا به غیر عرب‌ها میگفتن موالی، یعنی شهروند درجه 2. و این همون زخم عمیق روانشناختیه که باعث تولد جنبش شعوبی شد. آره، ایرانی‌ها به نقطه‌ای رسیدن که گفتن ما شاید دین رو بپذیریم، ولی این اشرافیت قومی شما رو هرگز. این مقاومت فکری در نهایت امیان را از درون پوک کرد. خب پس همه اینا چه معنایی داره؟ وقتی این قطعات رو کنار هم میذاریم میبینیم مبارزات تاریخی کمتر درباره مأموریت الهی بوده و بیشتر درباره ذات انسان، جاه طلبی و بقا بوده. دقیقاً. و اینجاست که نسل‌های بعدی دچار یه ناهماهنگی شناختی شدن. اونا نتونستن واقعیت‌های آشفته سیاسی رو با آرمان‌های معنویشون آشتی بدن. پس شروع کردن به داستان سرایی؟ آره، خلق معجزات. دشتی یه مثال خاص میاره. همون روایت ساختگی فرشته جبرئیل که لباسهای حسن و حسین رو میاره. همون که توی تشت لباسها رو سبز و سرخ میکنه؟ و بعدش فرشته برای شهادت آینده اونا گریه میکنه. این افسانه ها ساخته شدن تا کثیف‌ترین سیاست‌های واقع گرایانه رو به عنوان تقدیر الهی توجیه کنن. تا مسئولیت انسانی رو پاک کنن که ما رو میرسونه به یه فکر تأمل برانگیز نهایی. میخوام شمایی که دارید میشنوید مستقیما به این فکر کنید. به چی؟ وقتی ما این افسانه ها رو کنار میزنیم و این شخصیت ها رو به عنوان انسان‌های جایز الخطا و درگیر با سیاست میبینیم، آیا این از ارزش میراثشون کم میکنه؟ یا اتفاقاً دستاوردهای واقعیشون تو دنیای مادی رو شگفت‌انگیزتر میکنه؟ دقیقاً. و فراتر از اون، تو دنیای مدرن امروز، خودمون چقدر از رهبری‌ها و مشروعیت‌های مذهبی و سیاسی هنوز دارن پشت افسانه‌های مشابهی از بی‌خطا بودن پنهان میشن؟ این همون سوالیه که شما رو باهاش تنها میذاریم.